نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. صدق الله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. در سوره مبارکه فجر، سوره والفجر، من شما در رابطه با مذمت دنیا و ناپایداری زندگی و اینکه زندگی واقعا ارزش ندارد و همچنین اینکه انسان فریب مال نخورد مطالبی خواندیم. حال در سوره مبارکه بلد، در این سوره الله عزوجل بعضی از مصارف مال را، از جاهایی که انسان مال مصرف بکند و رضایت خدای عزوجل را به دست بیاورد، در این سوره بیان شده. ابتداءً مثل بسیاری از سوره های دیگر خدای عزوجل آغاز می فرماید سوره را با سوگند یاد کردن. سوگند الهی برای تأکید است، مطلبی را که خیلی تأکید بفرمایند و روی اون فشار بیاورند، اونجا سوگند یاد می کنند. اینجا الله عزوجل سوگند یاد کرده به شهر مکه مکرمه. تقدس مکه را هم این سوگند می رساند. لا اقسم، این لا اضافه هست، طلاب عزیز قبلا گفته شده. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. سوگند به این شهر، یعنی این شهر گواه است و شما در این شهر تشریف دارید. حل چند معنا میتونه داشته باشه. یکی حل به معنی نزول هست، یعنی شما اینجا حضور دارید، نزول کردید، ساکن هستید، باشنده هستید. بعضی گفتن حل در مقابل حرم است، چون در حرم امن الهی درگیری ممنوع بود، اما برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درست، به خاطر اینکه رسول الله برای هدفی مقدس و بالاتر از اون حرم که اون هدف توحید و یکتاپرستی هست می جنگیدند
لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم را اینجا خداوند فرموده انت حل، یعنی در این شهر شما حل هست، به این معنی که برای شما حلال است، برای شما جایز است که مبارزه بکنید. و معنی اول همون که شما اینجا ساکن میشوید. بسیاری از مفسرین گفتن این سوره مکی است، هنوز هجرت اتفاق نیفتاده، بعد از این رسول الله به هجرت میرن و بعد از هجرت مجددا خدای عزوجل مکه را فتح میکند. لذا بعضی معتقدن که این اشاره بر غلبه به مکه هست که شما بر این شهر نزول میکنید، یعنی غلبه میکنید، این شهر را تصرف میکنید و این شهر میشه شهر شما. و والد و ما ولد، و همچنین سوگند به پدر و به فرزند، یعنی پدر و فرزند گواه هستند. بعضی گفتند چون که ولد متولد میشه از مادر، مراد از والد مادر است، یعنی مادر هم شاهد است و فرزندش هم شاهد است که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را آفریدیم اما همراه با رنج و مشقت، یعنی انسان برای آفرینشش رنجها و مشقتها برداشت کرد. مادر میدوند این رنجها را، مادر شاهد است، پدر هم میدوند تا یه حدی. اما بعضی دیگه گفتن منظور از والد آدم علیه السلام هست و ما ولد تمام فرزندان آدم هستند، و منظور از رنج و مشقت فقط رنج و مشقتی که در زمان ولادت هست نیست، بلکه تمام رنجها و مشقتهای زندگی مراد است. پس الله عزوجل می فرماید که والد و اولادش آدم و تمام ذریهش گواه هست، شاهد هست که لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان را ما آفریدیم، انسان در کبد، در مشقت. فالمراد من کبد النصب والمشقه، مراد از سختی ها، کبد سختی و خستگی و رنج زندگی هست. ببینید رنج زندگی اول آغاز میشه از همون شکم مادر که انسان در اون شکیم هست، به اصطلاح بچه‌دان بهش میگن شکیم، انسان در اون هست و انسان یه حالت زندانی دارد، انسان محبوسه، در رحم انسان محبوس است. بعد از اینکه انسان متولد میشه چقدر رنج، چقدر مشقت، چه زحمتی هم برای مادر است هم برای این طفل است. طفلم تا چند روز مریض، مادرم تا چند روز مریض، با چه مشقتی به دنیا میاد. و بعد از اینکه به دنیا میاد انسان بنیهش بسیار ضعیف است، انواع مریضی ها، انواع دردها هر روز میبینیم، شب تا صبح بچه گریه میکند، گاهی اصلا پدر و مادر نمیدونن دردش چیه. لذا از اون جایی که بنیهش ضعیف هست زود مریضی به سراغش میاد، زود مشکلات میاد، با چه رنجی، با چه مشکلاتی بزرگ میشه. بعد از این که بزرگ میشه رنجهایی که انسان در زندگی میکشه، میبینید که خیلی از انسانها هستند که خودکشی میکنند، خیلی از انسانها هستند که شب و روز پریشان هستند، سرگردان هستند، به این در و اون در میزنند. لذا همه زندگی با سختی، انسان اگر نگاه بکند حتی کسانی که مرفه هستند از ابتدای زندگی تا پایان زندگی رنجها و مشقتها از خوشیها بیشتر است. و آخر بعد از اینکه سختی ها میاد دوباره مریضی ها شروع میشه، دردها شروع میشه. معمولا انسان ها در پایان عمرشون هم مریض، هم عرض کنم ملولند، هم پریشانند، تا اینکه آخر سختی و سکرات مرگ می آید. بعد از سختی و سکرات مرگ، سکرات و سختی های بعد از مرگ شروع میشه، سبحان الله، اونها که خیلی سخت‌تر هست. پس به همه سختی ها اشاره هست. می فرماید فالمراد
ها فی کبد مشقه یکابد مصائب الدنیا و شدائد الاخره. تفسیر مدارک گفته اون مشقت هایی که انسان تحمل می کند هم در دنیا، تمام رنج دنیا را انسان اگر بیاید و اینها را بنویسد یک کتابی میشه، و هم مشقت های آخرت را که الله بهتر میداند. لذا انسان همیشه در رنج، در مشقته. پس نباید این انسان به فکر راحت خود باشد، نباید این انسان یه برنامه منظمی داشته باشد که از رنجها، از مشقتها، از دردها و آلام رهایی بیابد. و بعد این انسان آخر بعد از این دنیا، بعد از این زندگی هم به هر حال این انسان باید به دادگاهی، در دادگاه عدل الهی انسان باید پاسخگو باشد. لذا الله می فرماید ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا. آیا این انسان فکر می کند که هیچ کسی بر او قادر نیست؟ هیچ کسی بر او قادر نیست و میگوید من خیلی مال خرج کردم. یقول اهلکت مالا لبدا، ای کثیرا، مال زیاد خرج کردم. خب این مال را خرج کردید در چه راهی؟ در راه معصیت عموما خرج میکنند، در راه نظر لغیر الله خرج میکنند، در راه شرک و ترویج شرک خرج میکنند. ان یحسب ان لن یقدر علیه احد حین کان ینفق ام بعد ذلك، در زمان خرج کردن یا بعد از خرج کردن آیا او را کسی نمی بیند که فیسأله عنه، که از او سوال کند؟ یعنی بدان که تو خرج میکنی الله میبیند، لذا بستگی داره چه راهی خرج میکنی. یعنی ان الله سبحانه و تعالی یراه فیجازیه فیحاسبه علیه، خدا میبیند و الله محاسبه میکند، طبق عملش بهش جزا میده. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اگر راه درستی، چون بیشتر در این آیه، در این سوره مبارکه در رابطه با مصارف است که کجا خرج کنید، این نوعی مقدمه هست که ای انسان تو فکر میکنی خرج که میکنی خدا نمیبیند؟ که گاهی ادعا میکنی من این همه مال مصرف کردم. لذا الله میفرماید ایحسب ان لم یره احد، آیا میپندارد انسان اینکه او را کسی نمیبیند؟ باید این انسان بر این ایمان و باور باشد که همواره زیر دید هست، زیر نظر هست، زیر دوربین و ذره‌بین هست. پس انسان باید حساب شده خرج کند. الله میفرماید ابتدا انعامات را ذکر میفرماید و بعد انتظارات را از انسان. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، آیا ما قرار ندادیم برای انسان دو چشم؟ چه نعمت بزرگی است این دو چشم. اگر این نباشد انسان تصور بکنه نمیتونه خودش را تصور بکند. و لسانا، الله میفرما به انسان زبانی دادیم، و شفتین، دو لب دادیم که این لب هم علاوه از منافع دیگر چه زیبایی هست برای انسان. و هدیناه النجدین، این همین نعمت ها را که بهش دادیم دو راه را هم بهش نشان دادیم. و هدیناه النجدین، دو راه، یکی راه ضلالت، یکی راه هدایت، یکی راه شرک و کفر، یکی راه ایمان و توحید، یکی راه معصیت و گناه و یکی دیگر راه طاعت و بندگی. الله میگه ای انسان من به تو این همه نعمت ها را دادم، بعد از اون دو راه را هم بهت نشان دادم. فلاقتحم العقبه، چرا این انسان رد نمی کند گردنه را؟ معنیش اینه که در مسیری که ما قرار داریم، وقتی میخواهیم به هدف برسیم، به مقصد برسیم، گردنه های خطرناکی هست. ببینید که از گردنه ها نیفتید، سرنگون نشید. چرا انسان رد نمی کند گردنه را، برداشت نمی کند؟ رد کردن گردنه چیه؟
و ما ادراک ما العقبه، خبرداری عقبه چی است؟ یعنی این عقبه را، گردنه ها را اگر سپری کردی، پشت سر گذاشتی، به موفقیت بسیار بزرگی دست یافتی. اون گردنه که الله معرفی می‌فرماید مصارف مال هستند. مالها را در جاهای مصرف کنید که این مصرف تأثیر داشته باشد. مثلا فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبه. فک رقبه، آزاد کردن گردن. اونهایی که اسیرند، اونهایی که برده و غلامند، اونهایی که در زندانند، اینها را آزاد کردن. میدونید که آزاد کردن اینها قربانی بزرگی میخواد. به این خاطر اینها گردنه تعبیر شدند. سخته. اینطور انسان که خدا بهش مال زیاد داده اما یه 100,000 تومان بده، این آسانه. اما این که کار بزرگی بکنه و چنان که تأثیر مهمی داشته باشه، مثلا گردنی آزاد بشه، یک انسانی به خانواده خودش برگرده، این کار بزرگی است. به این خاطر گردنه هست. این نیکی بزرگ را که انجام دادی، گویا از گردنه خطر عبور کردی، رد شدی. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا اطعامی، اطعام که در روزی گرسنه، ذی مسغبه یعنی در روزی که دارای گرسنگی هست. گاهی روزهای وسع هست، روزهای فراخی هست، روزهای فراوانی هست، همه چیز هست. اما بعضی وقتها روزهای گرسنگی، مثل قحط، مثلا سالهایی که قحط است، ایامی که بازارها خراب است، مردم وضعیتشون خیلی خراب است. این دیگه خرج کردن در این مواقع، این خیلی فرق داره. اگر بازار تو خوب باشه، اقتصاد خوب باشه، همه چیز رو برا باشه، منافع دلار به انسان میرسه، خب خرج میکند، اینم توفیقی هست. اما کمال نیست، هنر نیست. وقتی که شرایط سختیه، هیچ کس نداره، مردم گرسنه هستند، در چنین شرایطی کسی خرج میکنه، این توفیق هست. این گردنه را رد کردن است. این از گردنه گذشتن و انشاءالله به بهشت رفتن است. لذا الله می فرماید او اطعام، یا طعام دادن فی یوم ذی مسغبه، در روزی که دارای گرسنگی باشد، دارای سختی و قحطی باشد. در چنین روزی به چه کسانی بدیم؟ یتیما ذا مقربه، به اون یتیمی که خویشاوند باشد. افضلتر خویشاونده. اگر خویشاوند نبود، یتیم دیگر. از همه مصارف بهترین مصرف اون مصرفی که انسان برای خویشاوندان خودش داشته باشه. چون در این دو فایده هست، هم صله رحمی میشه و هم مشکل مسلمانی حل میشه، شکمی سیر میشه، حاجتی برآورده میشه، دردی درمان میشه. پس هم درمان درد هست و هم صله رحمی هست. این اجرش مضاعف است. به این خاطر گفته شده یتیمی که با شما قرابت و خویشاوندی داره، ولی اگر قرابت و خویشاوندی نداشت، هم به هر حال اجرش زیاد است. اما این دبل، این بیشتر. او مسکینا ذا متربه، یا مسکین بدحالی. چی داره مسکین؟ چیزی نداره. ذا متربه، خاک داره. معنیش اینه که تو خونش برو بگرد، خاک میبینی، چیزی دیگه نمیبینی. یعنی بدحال، خیلی شرایط زندگیش سخته. خب حال اون کسی که داره، اون هم مستحق است، مقداری داره. مثلا قبلا خدمت شما عرض کردم، بعضی میگن فقیر اونه که کمی داره، بعضی میگن مسکین اونه که کمی داره. از اون آیه اما سفینه فکانت للمساکین استدلال گرفتیم. اما اونه که بدحالتر است، اونه که نادارتر است، اون اجرش مضاعفه، پاداشش بیشتره. این بر وظیفه ماست که
وظیفه ماست پیدا بکنیم اینها را، از شرایط مردم خودمون را آگاه بکنیم، ببینیم چقدر مردم دارن، چطور زندگی میکنن، چه میخورن، چه میپوشن، لذا بعدا به اونها رسیدگی کنیم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. این ثم تعقیب ذکری هست، برای ترتیب نیست که اول انسان مال بده بعدا ایمان بیاره، نه، این تعقیب ذکری هست، یعنی بعد از اون اینو بشنو که لازم هست این انسانی که این همه انفاق می کند، این انسان شرایط قبولیت را هم داشته باشد. مثلا ثم كان من الذين آمنوا، از مؤمنین باشد، اهل ایمان باشد، و تواصوا بالصبر، و هم دیگر را وصیت به صبر و به تحمل بکنند، و تواصوا بالمرحمه، و هم دیگر را توصیه بکنند به رحم کردن، به رحم و شفقت و محبت، یعنی هم دیگر را امر به معروف کنند، توصیه به مهربانی کنند. الله می فرماید وقتی که این بندگان این گونه باشند، اولئک اصحاب المیمنه، این بشارت است، این بشارت هم دنیوی است هم اخروی. در دنیا اینها اصحاب المیمنه اند، اصحاب الیمین، کسانی که نامه اعمال به دست راست تحویل میگیرند. این کسی که هم ایمان دارد، هم عمل صالح حق خدا را ادا می کند، هم به یتیم میرسد، به مسکین میرسد، به فقیر و دردمند میرسد، یعنی هم حق الله را، التعظیم لامر الله همینه، هم حق الله را انجام میده، الشفقت علی الخلق، هم بر خلق خدا شفقت داره. اینها هستند اصحاب یمین، اینها هستند کسانی که در روز قیامت پروندهشان، نامه اعمالشان به دست راست تحویل میگیرند و ان شاء الله وارد بهشت میشوند. اما والذین کفروا، این تخویف اخروی هست، آنانی که کفر بکنند به آیات ما، این آیات را باور داشته نباشند، این دستورات را نادیده بگیرند، هم اصحاب المشأمه، اونها اصحاب الشمال هستند، اصحاب چپ هستند، کسانی که نامه اعمال به دست چپ تحویل میگیرند. علیهم نار مؤصده، بر آنان آتشی هست که مؤصده به معنی اینه که محصوره، حصر میشه، بند میشه در همونها، یعنی اینا در آتش بسته هستند و آتش هم مخصوص اینها بسته است، جای دیگه زبانه نمیکشه، فقط بر بدن اینها زبانه میکشه. بله، اینها کسانی هستند که به آیات کفر بکنند و به وظیفه خودشان عمل نکنند. سوره مبارکه و الشمس است. در سوره و الشمس هر دو موضوع گذشته، هم در سوره واللیل هم در سوره و الشمس که واللیل بعد از میاد، یعنی هم موضوع توحید و هم تزهید عن دنیا بیان میشه. اما با این تفاوت که در سوره شمس دو انسان ذکر میشه که از نظر اعتقادی با هم تفاوت دارند، در سوره واللیل دو انسان ذکر میشه از نظر عملی با هم تفاوت دارند. یعنی اینجا دو انسان هستند اعتقادی، یکی کفر شرک میکنه، یکی ایمان و عمل صالح انجام میده. اونجا دو انسان از نظر عملی با هم تفاوت دارند، یکی انفاق میکنه، یکی بخل میکنه. الله ابتداءً هم به مخلوقات بزرگش سوگند یاد میکنه، یعنی این تاکید است که شما این مطالب را باور کنید، بر صفحه قلبتون بنویسید. الله می فرماید و الشمس و ضحاها، سوگند به خورشید و روشنی آن خورشید، ضحای خورشید. بیشتر وقت ضحا وقتی است که خورشید اندازه یک دو نیزه بالا میزنه بعد از صبح، و نماز چاشت هم همون وقت میخوانیم، نماز ضحا هم همون وقت میخوانیم، معمولا ساعت 9 و 10 این زمان خوب روشن میشه. والقمر اذا تلاها، و سوگند به ماه اذا تلاها ای تبعها، دنبال میکند خورشید را، دنبال میکند خورشید را. این کدوم
شب هست، ماه همیشه دنبال میکنند. بعضی گفتن این زمانی هست که از یک طرف غروب خورشید هست و از یک طرف طلوع ماه هست. این مربوط به شب 14 هست. بعض میگن مربوط به چیه؟ شب 14. شب 14 خورشید وقتی که غروب میکند از اون طرف ماه طلوع میکند. پس الله عزوجل در واقع سوگند خورده به ماه 14، به ماه 14، هم به خورشید و القمر اذا تلاها ماه 14. اما بعضی گفتند، شیخ ما میفرماید نه، خورشید زمانی که این مربوط به اون شبی هست که خورشید تازه طلوع میکند، ماه هم همون زمان پشت سرش طلوع میکند. اون شب اول ماه هست، شب اول که ماه دیده نمیشه. صبحش خورشید و ماه همزمان طلوع میکنند. اینجا که میخواد غروب بکنه، خورشید و ماه همزمان غروب میکنه. یعنی اگر خورشید جلوتر غروب میکرد یه مقدار تاریک میشد، ماه دیده میشد. ماه که دیده نمیشه شبهای اول یا شبهای آخر ماه گذشته، به دلیل این هست که ماه همزمان با خورشید غروب میکنند، لذا قابل رویت نیست. چون که اینجا شیخ رحمه الله میفرماید سوگند به دو چیز خورده شده، هم به روشنی هم به تاریکی. چون بعد میاد و النهار و اللیل، هم به روز هم به شب. چون وقتی که به روز و به شب سوگند میخورد، به روشنی و به تاریکی، اگر تفسیر بکنیم به ماه 14، خب خورشید هم روشن، ماه 14 هم روشن، هر دو روشن، پس یکی روشن و یکی تاریک نشد. پس بهتر است که ماه را به شب اول تفسیر بکنیم که یکی خورشیده که روشنه، یکی اون شب اول است که ماه است و شب تار است، هیچی پیدا نمیشه. والنهار اذا جلاها، قسم به روز زمانی که او را خورشید روشن می کند. واللیل اذا یغشاها، وقتی که او را الله روشن می کند یا به وسیله خورشید روشنش می کند. واللیل اذا یغشاها، و سوگند به شب وقتی که او را تحت پوشش قرار میده. والسماء و ما بناها، آسمان و آنچه که الله در آسمان بنا کرده. والارض و ما طحاها، و سوگند به زمین و آنچه که در زمین الله عزوجل فرش کرده، گسترده در زمین. ببینید اینجا خدای عزوجل در سوگند ازداد را ذکر کرد. ازداد یعنی چه؟ چیزهایی که ضد و نقیض هم دیگه هستند. یکی روشنه، یکی تاریکه، یکی درخشنده است، یکی ناپدیده، یکی عرض کنم که بلنده، یکی پایینه. اشاره به این هست که در این دنیا احوال متفاوته. این دنیا دنیای ازداد است. اگر در دنیا سردی هست، گرمی هم است. اگر در دنیا روشنی هست، تاریکی هم است. اگر شیرینی هست، تلخی هم است. اگر خوب هست، بد هم است. اگر ایمان است، شرک هم است. میآید به نفس میرسن، نفس انسان، که در نفس انسان همینطور هر دو صلاحیت و هر دو قابلیت هست. این نفس میتونه سرکش و اماره بشه، این نفس میتونه با تقوا و با ایمان بشه. پس و الشمس و ضحاها، خورشید و روشنیش. و القمر اذا تلاها، ماه شب اول که دنبال میکنه خورشید را، یعنی تاریکی شب. پس ببین این ضد و نقیض. و النهار اذا جلاها، روز را وقتی که کاملا روشن میکند الله. و اللیل اذا یغشاها، شب وقتی که کاملا تحت پوشش قرار میده. پس ببین یکی روشن یکی تاریک، ضد هم هستند. و السماء و ما بناها، آسمان و آنچه که در آسمان بنا کرده چقدر بلند است. و الارض و ما طحاها، زمین و آنچه که در زمین الله تعالی فرش کرده چقدر پایین است. ببین چه تفاوتی، یکی چقدر بالا، یکی چقدر پایین. لذا الله میخواد بفرماید که تفاوت ها هست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. الله میفرماید و نفس انسان
که وما سواها، که الله عزوجل وما این مصدریه هست، یعنی تسویه نفس وقتی انجام گرفت، نفس را وقتی الله برابر کرد، نفس را آفرید. در این نفس همونطور که در دنیا شما ازداد میبینید، در این نفس هم ازداد است، ضد و نقیض است. خداوند دو چیز در نفس گذاشت که این دو چیز با هم متناقضند. چیه؟ فالهمها فجورها و تقواها. الله عزوجل الهام کرد به نفس فسق و فجور را، یعنی صلاحیت گناه و معصیت را هم در نفس گذاشت، و تقواها، صلاحیت تقوا را هم در نفس گذاشت. الان نمیتونی بگی که دیگه خدا همینطور آفریده گناهکارن. نه، الله هر دو صلاحیت را گذاشت، بعد به تو اختیار داد که تو کدوم را شکوفا میکنی، کدوم را تقویت میکنی. آیا هوای نفس، خواهش نفس، قواتی که خطرناکن در نفس، دو تا قوت هستند: قوت غضبانیه، قوت شهوانیه. قوت غضبانیه اینه که انسان خشم خودش را کنترل نکند. خب این را که انسان کنترل نکند ظلم میکنه، یا کسی را میکشه، یا تو سر کسی میزنه، یا به کسی ستم میکنه. این قوت غضبانی است که در نفس نهاده شده. انسان باید که این را کنترل بکنه. در مقابل این الله عزوجل قوت عقلانیه در وجود انسان گذاشته که وقتی که عقل را انسان مسلط بکند بر احساسات، خب کنترل میشه. اما عقل را کنار بگذارد و فقط احساسات، فقط غضب، فقط خشم، خب این کار به دست آدم میده. این امکان داره که فقط نفس خودش را راضی بکند، دیگه رب راضی بشه، آخرت درست بشه، اون دیگه بحثا نیست. اما قوت عقلانیه نه. اما انسان اگر چون هر دو را الله در وجود انسان گذاشته، از یک طرف غضبانیه و احساسات است، از یک طرف عقلانیه و تعقل است. انسان عقل خودش را بکار بگیرد، اون وقت خشم خودش را کنترل میکنه، خشم خودش را فروکش میکنه. دومین چیز که در نفس گذاشته قوت شهوانی است، بلا تشبیه شهوت است. شهوت وقتی که بالا میزند، هم انسان عدول میکند از حد انسانی، به حیوان میرسه. برای حیوان هنوز جایزه، حیوان مکلف نیست. حیوان هر جای هر حیوانی جلوش بیاد خودش را ارضا میکند. انسان نه، انسان اینطور نیست، انسان مکلفه. انسان وقتی که قوه شهوانیه زد بالا، باید در طرف مقابل الله عزوجل قوه معنویه و قوه روحانیه در وجود انسان نهاده. اونها باید قوی باشند تا جلوی قوه شهوانیه رو گرفته بشه. اونها چطور قوی میشند؟ قوه معنوی با روزه قوی میشه. خدا چرا روزه را فرموده که کتب علیکم الصیام؟ در پایان آیه میفرماید لعلکم تتقون. تقوا از چی درست میشه؟ از روزه درست میشه. با ذکر الله قوه معنوی قوی میشه، با تلاوت قرآن، با نماز، یاد خدا. بس ببینید از یک طرف قوه شهوانیه هست. اگر یک انسانی از نظر معنوی، از نظر دینی، از نظر قوت روحانی یک انسانی هیچی داشته نباشه، درونش خالی باشد، خب مسلم این انسان شهوتش غالب میشه. این حرام میبینه، حرام میشنوه، حرام میگه، حرام عمل میکنه. اما اگر انسانی در اون جانب هم به فکر معنویت خودش باشد، معنویتش هم بالا باشد، معنویت همون تقواست، تقواش هم بالا باشد، اون وقت تقوا بر شهوت چی میشه؟ چیره میشه، غالب میشه. لذا الله میفرماید ای انسان به فکرت باش، این هر دو قوت در وجود تو هستند. هم شهوتت میتونه عرض کنم که بالا بزنه، هم غضب و خشمت.
که بر اثر شهوت انسان به فساد مبتلا میشه و بر اثر غضب و خشم انسان به ظلم مبتلا میشه. و بعد الله میفرمه و تقوا هم گذاشتن. هر دو صلاحیت در وجود انسان هست. تقوا چیه؟ قوه روحانیه و قوه عقلانیه. هم خدا به این جانب دیگر هم عقل داده هم معنویت داده. لذا انسان همونطور که ما به فکر پرورش جسم ما هستیم، این قوه مادی هست، قوه شهوانیه هست. خب تا یک حدی الله برای ما جایز قرار داده، تا یک حدی بخوریم بپوشیم، هرچی بپوشیم. نه، فرموده که شما حریر نپوشید، شما مردها ابریشم نپوشید، شما طلا استفاده نکنید. یه محدودیتی داریم. نه، ما برای اینکه ما عرض کنم مادیت را تقویت بکنیم، جسم را تقویت بکنیم، الله به ما اجازه داده حتی برای نیاز جنس الله عزوجل همسری آفریده، نکاح را مشروع قرار داده. اینها همه لطف خداست. الله تعالی تکلیف ما لا یطاق نمی کنه، یعنی چیزی که انسان توان داشته نباشه مکلفش بکنه انسان انجام بده. نه، هر انسان حتما در وجود شهوت هست، لذا الله راه نکاح را گذاشته. در وجود انسان نیاز به خورد و نوش هست، الله خوردنی ها و نوشیدنی های حلال و طیب و پاکیزه برای انسان گذاشته. نیاز داره انسان به پوشش، الله لباس های هم پاکی را برای انسان تجویز کرده. لذا تا اون حد و حدود شرعی را رعایت بکنیم. همونطور که به فکر ماده هستیم، به فکر جسم و جان هستیم، به فکر شکم هستیم، به فکر لباس هستیم، به فکر زیبایی هستیم، به فکر نیاز جنسی هستیم، الله تا 4 زن هم اجازه داده. لذا وقتی که اینها را الله عزوجل مجوز داده به ما، اون طرف فرموده که قوه معنویتون را هم تقویت بکنید، ایمانتون را تقویت بکنید، خدا ترسیتون را بالا ببرید و معنویت و روحانیت شما به یک حدی برسد که اون سمت قوه شهوانیه یه وقت غالب نشه، گناه نکنه، معصیت نکنه. وقتی که انسان به این طرف هم توجه بکند، این انسان واقعا میتونه که کنترل بکنه. مشکلی که ما امروز داریم توجه به طرف مادیت زیاده. شما از اول سال تا پایان سال نگاه بکنید، شب و روز تلاشه، کوششه، روز به روز سفره های ما رنگین تر میشه، امکاناتی که الله داده بهتر میشه، اما از نظر معنویت ما هیچ رشد نمی کنیم. همین رمضان توفیق اجباری است که میاد یک مقداری انسان را و نفس انسان را کنترل میکند. یک مقدار دعا و تضرع و گریه، این باید در طول سال باشد. لذا الله عزوجل این راهنمایی را در این سوره فرموده که فالهمها فجورها و تقواها. اون نفس را که الله برابر آفرید، در او الهام کرد، هم فسق و فجور را، هم شهوت و غضب گذاشت، و تقواها، هم او را الهام کرد به تقوا. تقوا یعنی قوه روحانی و عقلی. حال جواب قسم اینه: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. الله به چند چیز سوگند یاد کرد؟ بعد از اون سوگندها که 6 چیز هستند، یا با خود نفس 7 چیز میشه، بعد از اون سوگندها الله میفرماید قد افلح من زکاها. سوگند به خورشید، سوگند به ما، شب و روز، به آسمان و زمین، که قد افلح من زکاها. اون انسانی رستگار هست که نفس خودش را تزکیه بکند. باید به فکر تزکیه نفس باشیم. رستگار اون انسانی هست که نفس را تزکیه بکند، پاک بکند. تزکیه نفس اولا پاک کردن نفس از شرک، از کفر، از نفاق، از کنم که گناه، معصیت، بغض، حسد، کینه، تمام نابرابری ها و تمام معاصی. انسان باید نفسش را تزکیه بکنه. الله میفرماید این انسان رستگار است.
و قد خواب من دساها، و همانا خائب و خاسر است، ناکام و نامراد است. من دساها، هر کسی که این نفس خودش را آلوده بکند. دست این را میگن یه چیزی را شما در خاک بمالید، در خاک فرو ببرید، خاک آلودش بکنید، یعنی آلوده بکند نفس. نفس گناه میکنه، هیچ چیزی جلوی نفس را نمیگیره. گوش هم گناه میکنه، موسیقی گوش میکنه. چشم هم گناه میکنه، نامحرم را تماشا میکنه. زبان هم گناه میکنه، غیبت، دروغ، با نامحرم صحبت کردن. دل هم هیت گناه میکنه، همه اینا گناه میکنن. دست و پا، اعضا و جواره، تمام این گناهان دست هستند، یعنی آلوده کردن نفس هستند. لذا الله میفرماید خائب و خاسر، ناکام و ناموفق اون انسانی هست که من دساها، اونی که نفس خودش را چی بکند؟ آلوده بکند و خاک آلودش بکنه، پاکش نکند. لذا ببینید راه را الله به ما نشون داده. این قرآن چطور جالب راهنمایی میکند. بعد از اون با من و تو هست که چه اندازه از این فرمان رب العالمین ما استفاده میکنیم و آخرتمون را آباد میکنیم، مولایمون را راضی میکنیم. حال خدای عزوجل تخویف دیگری دنیوی بیان میکنه، بازم از قوم ثمود، اونایی که نفس را راضی کردند، رب را ناراضی کردند، پیغمبر خدا را تکذیب کردند، آیه الهی را از پای در آوردند که شتر را خدا فرستاد، اون را از پای در آوردند. نتیجه چی شد؟ لذا یک نمونه برای دنیا و آخرت انسان. لذا الله می فرماید کذبت ثمود بطغواها، ثمود تکذیب کرد به طغواها، به سبب طغیان. ببین این نفسش طغیانگر شده که تکذیب میکنه. تو نفس هیچ معنویت نیست، فقط سرکشی و تمرد است. پس به سبب طغیان تکذیب کرد حتی پیامبر را. وقتی که نفس اجازه بدیم لگامی نباشد، مهاری نباشد، نفس به حال خود باشه، بره و بره و بره، آخر به طغیان میکشه. آخر همین نفس انسان را، برای انسان قتل نفس را، کشتن انسان را هم آسان میکنه. زمانی که به طغیان، به اوج طغیان برسه. ذا الله می فرماید اذ انبعث اشقاها، زمانی که بلند کردند، زمانی که تحریک کردند، اشقاها، بدبخترین انسان خودشون را. یک انسان بدبختی بود، او را گفت. یه زنی بود در قوم ثمود، مالدار بود. این زن هم مال زیاد داشت، هم بلا نسبت زیبایی داشت. شخصی آمد برای خواستگاریش، قبول نکرد این زن، گفت این برای مال میخواد ازدواج بکنه. آخر وقتی که شتر حضرت صالح آمد و شتر خواندیم ما در قرآن، وقتی که می آمد همه حیوانات دیگه رم میکردند، میگریختند. یکی از اون افرادی که بیشتر متضرر شد همین زن بود. لذا به همون غلام که غالبا نامش عداس بود یا چیزی دیگه، به او گفت که تو برو این شتر را از بین ببر، چون می ترسیدند، معجزه بود. تو این شتر را از بین ببر، بعد من باید ازدواج میکنم. این بدبخت، ببین همه جا بحث نفس است، همین نفسی که کار به دست میده، به جایی که یکی از شعائر الهی را، از علائم و شعائر الهی بود، این شتر از دل کوه بیرون آمده بود. چقدر جرأت کرد. لذا این را فرستاد، این هم رفت شتر را کشت. شتر را کشت و اون زن بدبخت به مرادش رسید، اما به مراد حقیقیشون نرسیدند. این بدبخت آماده شد که ازدواج بکنه، خودش را برای هجله آماده کرد که عذاب الله آمد.
اینا را تمام را نابود کرد. نه زن ماند، نه عاشق ماند، نه معشوق ماند، نه حیوان و مال ماند، نه چیزی دیگه. الله می فرماید اذ انبعث اشقاها، زمانی که تحریک کردن آنها بدبخترین انسان را، فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها، به آنان گفت رسول خدا یعنی حضرت صالح ناقة الله یعنی احفظوا ناقة الله، ای بندگان خدا شتر الهی را حفاظت کنید، بیشتر روز نکنید، و سقیاها و نوبت آبش را هم حفظ کنید. نوبت آبش را یه روز مال شماست، یه روز مال او هست. اما فکذبوه، اناد قوم را ببین، فکذبوه اون پیامبر را آنها تکذیب کردن، فعقروها، این توهین شعائر الله است. فعقروها، او را از پای در آوردند، از پای در آوردند یعنی او را کشتند. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، دمدم به معنی استیصال است، خدا از ریشه زد اونها را. فدمدم علیهم ربهم، رب بر آنها از ریشه اقدام کرد، به ذنبهم، به سبب گناهانشان، فسواها، همه را برابر کرد. یعنی همه را الله عزوجل به وسیله صاعقه‌ای که از آسمان آمد و به وسیله زلزله و رجفه‌ای که از زمین آمد، از بالا و پایین عذاب بر اینها آمد، الله عزوجل در آن واحد همه قوم را ریشه کن کرد. با شاعر الهی خودشون را میگیرند و شاعر الهی را از بین میبرند. ولا یخاف عقباها، الله میفرماید خدا از عاقبتش نمیترسد که فردا کسی بیاد بگه چرا این کار را کردی، چرا این همه را از بین بردی. کسی نیست که در محضر الله عزوجل چرا داشته باشد. لذا الله به این صورت این قوم بدبخت را هلاک کرد. بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی. اونجا هم الله عزوجل مخلوقات متفاوت و مختلفی ذکر کرد و دو چیز را ذکر کرد، دو چیز متفاوت، یعنی در نفس، یکی کفر و شرک و بیدینی، یکی ایمان و تقوا و خدا ترسی. اینجا هم الله عزوجل تفرقه فی الاعمال را ذکر میکنه. دو انسان هستند که عملشون با هم متفاوته، البته اینها هم یکی مؤمنه یکی مشرکه، اما بیشتر بحث انفاق است، یکی خرج میکنه در راه الله، یکی بخل میکنه. باز هم ببینید ابتداءً چیزهای ذکر میشه که با هم متفاوتن. مثلا واللیل اذا یغشا، سوگند به شب وقتی که همه چیز را تحت پوشش قرار میده، والنهار اذا تجلی، و سوگند به روز وقتی که روشن میشه، روز کاملا روشن میشه. و ما خلق الذکر والانثى، چنانچه شب را شاهده روز هم شاهده، چنانچه آنچه که الله آفریده از مرد و زن، از مرد و زن، مرد و زن هم ضد و نقیضند، یکی مذکر یکی مؤنثه، اینا متفاوتند، لذا اینا هم ازداد هستند. الله می فرماید که همه اینها شاهدند که ان سعیکم لشتا، جواب قسم است که همانا تلاش شما و سعی شما ای فرزندان آدم متفاوت است. لشتا یعنی مختلف است، متفاوت است. یک گروه از شما سخاوت دارید، یک گروه بخل داره. اونی که عملش خوبه الله می فرماید فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى. بهتره قبل از این که من آیات را ترجمه و تفسیر بکنم شأن نزول را بیان بکنم. این آیات دو انسان را به دو انسان اشاره دارد، دو نفری که
یک روزی از سرمایه‌داران مکه مکرمه بودند، با هم رقابت داشتند. یکی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و یکی امیه بن خلف. امیه و ابوبکر هر دو سرمایه‌دار بودند، اما شغل هر دو فرق میکرد. ابوبکر کارش تجارت بود، امیه کارش بردهداری بود. برده‌هایی داشت و این برده‌ها را بر وظایف مختلفی تعیین کرده بود. مثلا یک گروه از برده‌ها گوسفندها را نگهداری میکرد، یک گروه از برده‌ها اگر کشتی کشاورزی داشت، کاری داشت، تجارتی داشت. برده غلام زیاد داشت. ابوبکر بیشتر تجارت میکرد. اون زمان ابوبکر سرمایش در میان مردم مکه، این قبل از اسلام است، معروف بود، 40,000 درهم داشت. الان مردم ما شرایط امنیتی خوبی نیست، سرمایه های خودشون را اعلام نمی کنند، ولی در کشورهایی که آزاد هست همیشه میبینیم در رسانه علنا اعلام میکنه فلانی سومین مرد سرمایه دار شد، چون سرمایش از فلان مبلغ به فلان مبلغ رسید. فلانی دهمین نفر است چون این مبلغ سرمایه دارد. لذا خیلی ها هستند که افتخار میکنن، سرمایهشون را اعلام میکنن، ما این همه میلیارد داریم. اون زمان مردم میدانستن فلانی چقدر سرمایه داره، فلانی چقدر سرمایه داره. مال و پول هم زیاد نبود. لذا یکی از بزرگترین سرمایه دارها ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. 40,000 درهم داشت. 40,000 درهم رقم خیلی بزرگی بود در اون زمان که نان خشک گیر نمی آمد. بعد از اینکه اسلام آمد، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با مال و جان آمد، سرمایش را هم در خدمت رسول الله گذاشت. اما بخش اعظم سرمایه ابوبکر خرج آزاد کردن غلام ها بود. یکی از این غلام ها که مال امیه بود، بلال حبشی رضی الله تعالی عنه بود. بلال مخفیانه ایمان آورده بود و کسی شیطنت کرد به امیه، گفت که بلال ایمان آورده. بلال غلام زرنگی بود، امیه هم نمیخواست از دستش بده، ولی بعد از اینکه ایمان آورد دیگه از دلش رفت. به قول ما محلی ها هر روز بلال را شکنجه میداد و او احد احد میگفت بر ریگستان مکه. یه روز ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اونجا رفت، شنید که داره اذیتش میکنه، اونجا رفت. اینا دو تا رقیب بودند. گفت که چرا اینقدر اینو میزنی؟ گفت به تو اصلا ربطی نداره، من اینو میزنم، مال خودم هست. گفت خب به من بفروشش. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یک غلامی داشت، غلام هم سیاه فامی بود، رومی بود، به نام نسطاس. این نسطاس خیلی غلام زرنگی بود، اینو به کسی نمیداد، ولی این ایمان نیاورده بود، کارهای ابوبکر انجام میداد. امیه گفت به شرطی میدم که نسطاس را به من بدهی. یعنی امیه آماده بود که سر به سر عوض بکنه. حضرت ابوبکر چنان خوشحال شد که میتونه یک انسان موحدی مثل بلال آزادش کنه. گفت که من نسطاس را هم بهت میدم، 2000 درهم بهت سرم میدم. اینقدر خوشحال شد که حدی نداشت. گفت بیا معامله کن. فورا معامله کرد. حضرت ابوبکر صدیق دست بلال را گرفت، نسطاس را بهش داد، 2000 داد. آخر خوشحال بود، 40 اوقیه دیگه هم داد و بلال را گفت که از این به بعد تو آزادی، تو غلام من نیستی، خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم برو و برایشون خدمت بکن. حضرت بلال بعد از اون خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم و مؤذن رسول الله بود
و از رنج امیه آزاد شد. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تنها غلام را بلال را آزاد نکرد، بلکه غلام های مختلفی به نام بعضی ها اسمشون است عامر ابن فهیره، زبیره، مهدیه، ام عباس، اینها غلام ها و کنیز هایی بودند که ابوبکر اینها را وقتی میدید که ایمان آوردن میرفت پول میداد آزاد میکرد. کار ابوبکر این بود. بخش اعظم سرمایش در مکه تمام شد، به مدینه نرسید. اینجا واقعا جای خرج کردن بود، اینجا که هیچ چیزی وجود نداشت. این انسان رایگان به اون جایگاه نرسید که بعد از انبیا بهترین انسان روی زمین است، قربانی داده. لذا وقتی که همین غلام ها را آزاد کرد، یک روزی پدرش ابو قحافه بهش گفت که تو که غلام آزاد میکنی، اون در بحر دیگه بود، فکر دیگه بود، حداقل غلام های قوی را آزاد کن که فردا به دردت بخورن، مشکلی جنگی درگیری میشه، احسانت منت بر اونها بیاین در کنار تو بجنگن. تو افرادی را آزاد میکنی که ضعیفند، هیچ درد نمیخورند. حضرت ابوبکر گفت اینا بیشتر به درد میخورند، اینها بیشتر به درد، چون ابوبکر چیزی دیگر را مد نظر داشت. خلاصه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فقط 6000 درهم از سرمایه خودش گذاشت، بقیه 34000 درهم همه صرف شد. تا این 6000 درهم را پسنداز کرد برای سفر هجرت، چون رسول الله بهش بشارت داده بود که آخر من و شما با هم هجرت میکنیم. لذا برای راه رسول الله و برای اینکه رسول الله در سفر راحت باشه 2 شتر خریداری کرده بود. این 2 شتر را آماده باش گذاشته بود که هر وقتی که دستور بده آن حضرت حرکت میکنه. و آخر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که هجرت کرد و با رسول الله صلی الله علیه وسلم، این 6000 درهم هم در همین راه مصرف شد، هیچ چیز برش باقی نماند، دست خالی، همه سرمایش را در راه الله داد. روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود تمام کسانی که نسبت به من احسان کردند من جواب احساناتشون را دادم، به غیر از این مرد به ابوبکر اشاره کرد. من نتونستم جواب احسانات این را بدم، خدا مگه خودش بده. لذا هر چی که داشت ابوبکر تقدیم کرد، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دریغ نکرد. لذا این سوره اتفاق مفسرین است درباره ابوبکر صدیق را الله عزوجل مقایسه میکنه با امیه. کسی نمیتونه که انکار بکنه این آیات الهی را. اونایی که مخالفت میکنن و میگوین غاصب اول، چه جوابی دارن برای این آیات الهی؟ یا باید این آیات را کنار بگذارند یا اینکه این فضائل را تسلیم بشند. الله می فرماید فاما من اعطا واتقا، اما اون انسانی که اعطا میدهد در راه الله، واتقا از خدا میترسد، و صدق بالحسنا تصدیق میکند حسنا، تمام وعده های خوب الهی را قبول داره، باور داره، فسنیسره للیسرا، ما برای او میسر میکنیم یسرا آسانی را. یسرا آسانی بعضی گفتند راه بهشت را برایش هموار میکنیم، بعضی گفتند یعنی به او توفیق بیشتری میدیم. هر کس که در راه الله بده خدا توفیق بیشتر بهش میده، بیشتر خرج میکنه، بیشتر نماز میخونه، بیشتر نیکی میکنه. به این معنی هست که ما راه یسرا یعنی راه شریعت و راه توفیق را برایش چی میکنیم؟ میسر میکنیم. و ما یغنی ها و اما من بخل و استغنا، اما اون انسانی که بخل بکند و استغنا، مستغنی و بینیاز بشه، و کذب بالحسنا، وعده های الهی را تکذیب بکند، فسنیسره للعسرا،
ما برایش میسر میکنیم راه عسرا، راه تنگی را، این هیچ وقت توفیق پیدا نمیکنه. یا برایش میسر میکنیم راه جهنم را. و ما یغنی عنه ماله اذا تردى، مالش از او چی چیزی دفع میکنه وقتی هلاک بشه؟ وقتی این بدبخت هلاک بشه، این بدبخت از بین بره، این از کنم که مال به چه دردی میخورد؟ میتونه دردی برایش درمان بکنه؟ ان علینا للهدى، الله میفرماید همانا بر ماست هدایت و راهنمایی شما که شما را راهنمایی بکنیم، راه هدایت را به شما نشان بدهیم. و ان لنا للآخرة والاولی، همانا آخرت و دنیا هر دو مال ماست. اینجا دارالعمل است، اونجا دارالجزا است. آخرت و دنیا معنیش اینه که اگر هر کسی عمل بکند به ما نفعی نمیرسد، هر کسی عمل نکند به ما ضرری نمیرسد. فلا یضرنا، تفسیر مدارک نوشته فلا یضرنا ضلال من ضل، گمراهی کسی که گمراه بشه به ما ضرر نمیرساند. ولا ینفعنا اهتداء من اهتدى، هر کسی هدایت بشه هدایتش به ما نفعی نمیرساند، یعنی به نفع خودش هست، برای خودش هست، ما راه را فقط نشان میدهیم. لذا الله میفرماید فانذرتکم نارا تلظی، من شما را بیم دادم، من شما را ترسانیدم از آتشی که شعله میزند. انسان به فکرت باش، مواظبت باش. لا یصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، الله میفرماید در اون آتش داخل نمیشه مگر بدبخترین انسان. بدبخترین انسان کیه؟ الذي كذب وتولى، اون انسانی که کذب تکذیب میکند آیات الهی را، و تولا پشت میدهد. کذب عقیده بد را میگن، تولا عمل بد را میگن. این دو خصوصیت داشته باشه. مسلمان انشاءالله وارد نمیشه، ولی متاسفانه بعضی مسلمانان هستن تکذیب که نمیکنن، تولا پشت میدهند، نه نماز میخونه، نه زکات میده، نه روزه داره، نه انفاق میکنه، هیچ. برای این خطر است. لذا الله میفرماید لا یصلاها، اون آتش را داخل نمی شود الا الاشقى، مگر بدبخترین انسان. الذي كذب وتولى، اون انسانی که تکذیب میکند یعنی عقیده بد دارد، و تولا، و اون انسانی که پشت میدهد. و سیجنبها الاتقى، از اون آتش اجتناب میکند، دوری میکند با تقوا ترین انسان. همه اتفاق نظر دارن مفسرین که این الاتقا صیغه تفضیل است، با تقوا ترین انسان مراد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. ما اعتقاد داریم بعد از انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات، بعد از انبیاء افضل ترین بشریشون هستند، افضل ترین انسانیشون هستند. اتقا، از همه متقی تر الله بهش میگه. الذي يؤتي ماله يتزكى، اون انسان با تقوایی که مال خودش را میدهد از روی اخلاص. یتزکا، پاک میکند خود را. و ما لأحد عنده من نعمت تجزى، این کمال اخلاص است. یکی مثلا دیروز شما فقیر بودید، به شما کمک کرد، الان خدا به شما داده، شما میبینید اون نادار است، شما 10 برابر بهش میدید، خوب کاری میکنی، میدی جزای حسنه را میدی، ولی خب شما میدید چون دیروز به شما کمک کرد. شما همیشه یاد میکنید این برادرم در سختی بوده. اما الله اینو میفرماید اینجا که این ابوبکر هیچ کسی را بنا بر عوض نمیده، یعنی هیچ کسی برای منتی نداره، برای احسانی نداره، این همونطور به خاطر خدا داره میده. و ما لأحد عنده من نعمت، برای هیچ کسی نزد او، عنده ای علیه،
بر او نیست نعمتی که تجزاد عوض او داده بشه. یعنی این در عوض کسی به کسی نمیده. پس چرا میده؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، نمیدهد مگر به خاطر طلب رضای رب بلند و بالا، به خاطر رب اعلا رضای او داره میده. الله وعده هم بهش میده، این که به خاطر رب رضای رب میده، ولسوف یرضی، ان قریب راضی هم میشه. یعنی الله عزوجل وعده میده که چه نعمتهای خدا به میده، چه انعامات خدا بهش میده. الله بهتر میدن. الله میفرماید که ولسوف یرضی، ان قریب این چی میشه؟ از ربش راضی میشه، ربش عوض میده، عطا میکنه بهش. رضی الله تعالی عنه. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.